دیلو کوخی خیلی اپا جو دیلو دیلو نمیشه دیلو آرام شد راکشم با تو یکون ذره ندارم کلی دیلو پایم میلرزم نمیتوانم اپا از برای توصیف دستیتون زخم برداشته هستید اپا نمیتوانم با پای هم زرم نمیتوانم برای چی راه گشته نمیتوانم پای با باشتر چی این کشی ها خیلی کنم دیلو کنی دیلو اپا دیلو خودت رو بدست گیر از برای تمام خودت رو بدست گیر بیا خید از جا دیلو خید یکون 4 8 میرو ببین دیلو دیگر حرکت کن دیلو چی شده دیلو دخترم شکر که به خود آمده ای دخترم خدا را شکر چی شد؟ چی رفت شده است؟ اپا دیگر رو گشته نمیتوانم چرا این خیلی بزن اومد؟ بازی وقتی چی این رفت؟ دیلو دخترم رویم میلرزد راه گشته نمیتوانم خدا جون دیلو اکر از برای تو بیادون کار کنید شما کنی رو و تحول کنم اجازه دهید معاینه کنم من هیچ نفهمیده ایستادم این ممکن نیست که از یک تیر خوردم کس از دو پای مرد باز در وقتی باز زمین افتادمش سخت لرزه خورده باشم من باید یکان علاجش رو یابم شما خواهده باشید انشاءالله دیلو مثل پیشتر از صحت سلامت نگرد انشاءالله طاهر دیلو به تو امانت کاری کرده او را با پا راه کن همه این کار با عیبی من شد مادر همش با عیبی من شد خدایا توبه تو چه رو میگویی پسرم؟ یعنی این در تقدیرش بوده است؟ من گناهگارم مادر جان در آنجا باید من میخوابیدم پیش مرا گریزه حیات خودش رو در خطر گذاشت قربانت شوم خودت رو به دست گیر به دیلو به غیر از تو کی کمک کرده میتواند اگر نه تو این خیلی رفتار کنی پس حالی دختر بیچاره چه میشود خداوند بزرگ است البته یگان راه را به ما میگشاید شما هم من باید خودم را به دست گیرم با او تنها با این را کمک کردم سردارم همه میدانند که سینان به چنین گفته ها یگان علاقه ندارد سردار اساسی اوست و او حکم میبراید چیزی که گفته باشد جزایش را میدهد همه این جنجال ها پس از آن که باطن سینان مجنون را پرتافته آمد سر زدند شما باشید طرفی باطن را گرفته سینان را گناهگار شماریدید از حد نگذران با سردارانی در بالا بوده خوب فکر کرده گپ زدن لازم و اگر نه هم تو را هم سینان و هم نزدیکانتان را میکشند دارو گیره آمودا شوه اینا را با کس مانه آمودا شوه نشان گرفته کمتر بردار کجا را نگاه داری سینان به کاری کرده سزاوار نشد
یراق را به سوی آدم باشی دفعه سردار هم شنیدی. اگر یگان نامعقولت را بینم تو هم پیشینان پیمان میکنم ای تک آمده شده هشترینا ای ابله چیکار داشتن ها چرا را بیره الان اینجا جوی جون باتن وگر نمیپرانم پیشتر کنی پیشتر را گفتم پیشتر را به این طرف گذر اما اتون به اینجا گذره زود باشید وقتی این صبح صبح رسید باتن زود باشید به اینجا جمع شوید اگر نفره سلاحش را به طرفی من بردارد او را میکشم تمام سینان ایستا تو چکار کنده ایستاده ای؟ همه اتون با من گوش کنید اونجا تا گم شدم و بگناه بودنی مرا همه میدونید تو خواهید سیلان و تو این آدم نه در اینجا و نه در تشکیلات جایی نیست. دمت را گیر ابله دمت را گیر همه اتون مرا گوش کنید من عمر خودم را در یک نداشته و تشکیلات بخشیدم حاضر باشد برای این بیشرفی که مرا چشم دیدن ندارد مرا گناهکار کرده جزا دادن میخواهند حالا که در وقتی گم شدن حجت ها من در تلاش جان مجروح میخوابیدم برای چی؟ برای آن که این بیشرف مرا در حالت وزنین تنها گذاشته را مسئول رو گیره آوازتون دیگر نبراید فهم و سینا نوران باش دعوا سری نو دیده برآمده می شود بیا حاضر باطن را به حالش گذاشته از پس دعوایمون شویم دعوا باید دیده برآمده شود تا بیگناهی من اثبات نشود و من دست نرساند قماندانم وگرنه این آدم هایی که در اینجا میبینید همه‌شان از شما جواب کارتان را میپرسند کنی گپ زنید دعوا دیده شود یا اینکه نه اما نه آنها دویه سودارو همه تو خوش کنید منم خاموشید همه اتون مرا گوش کنید دعوای چنان دیده می شود تا دعوا دیده برآمده نشود و چنان هیچ کس دست نمی رساند سلاح را گیر یک طرف ایستید در حال برای دیده برآمدن دعوا شروع کنید گناهکاری اساسی کسی که باشد همه میبیند برادرها میلش من رفتم دعوا را دیده نمیشود همیشه نه دعوا باید دیده شود راهی دیگر ندارد مرا فهمیدی و من گفتم ابلهی نامکان این دعوا دیده نمی شود وگرنه چهل با مواد مخدر سرکار داشتی همش رو برکم میگویم گوش کن باطن سر و سیمه شدن در بین اینقدر آدم کار خوب نیست خودت دیدی که سفید طرفداران سینون زیاد است حداقل تا بگاه یکم فکر کردن در کن که پیش راهی اینقدر آدم را چخیل گیره بگاه این دعوا نمی شود با قلم خط زده می شود
استراحت کنه. غمگین نشدیم و البته شفا کنید. سببش در چیست نمیدونم. ممکن یگان چیزی گذرانده باشد. تا پگو کمی به خود که آمدی تو را به شهر میبرم. از دستم هرچی آید برایت میکنم. تشکر آقای طاهر. حاضر کمی استراحت کن. بعدم با تو زیاد کار خواهیم کرد. آقای طاهر، التماس خودتان را گناهکار نشمارید. شما یگان گناهی ندارید. در تقدیرمان همین بوده است. در تقدیرمان چیزی که باشد همان را میبینیم. در اصل این برای هر زیان یک امتحان شد. انشاءالله حرکت را دوام میدهیم. چخیل چه طاهر؟ حالت چخیل است؟ حاضر یکون پیشروی نیست. کاری از دستم آماده رو کرده ایستادم. تنها برای این کار وقت و حرکت لازم است. او تا صحت شدنشان اینجا میموند. به خونه برای نمیشود. نه نمیشود. در داخل یک جای خواب آماده کنید تا یک مدت همانجا است. آقای دکتر چی شد آلدو؟ از شهر آدم آمده است. شما رو میپوسند. گرفتید. دیدیم. خوش باشید. نام من شرف. مرا رئیس ماهی روان کرد. موقع همراه نقشه روح نو رو کشید. خوش باشید. ما اینقدر زود آمدنتان رو انتظار نبودیم. برایمان یک خبر باشید. نام شما خیلی مشهور شده است. عریضه‌تان را دسترس نمودید. نقشه‌اش را آماده نموده. یک بار راه نو را دیدن لازم. رئیس ناحیه خواهش کرد که کاری از دستمان آمده را برایتان کنیم. کار خیلی زیاد است. وقت رو از دست ندهیم و زود به کار شروع نمایید. آنها میخواهند که در این کار شما هم اشتراک نمایید. پیشنهاد و فکرهایمان را به شما میگفتیم. بسیار میخواستم اما افسوس که بین دارم او را نباید تنها بگذارم. خواهم میدیم که در یک مدت کوتاه با شما همراه میشوم. برای این دیگه هم کاری از دستم آمده را اجرا میکنم. اگر لازم باشد با کارگران در ساختن راه کار خواهم کرد. حاضر باشد که سرویسون با شما کمک میکنم. بله. با سربازانم کوشش میکنم که شما را محافظت کنم. بسیار میخواستیم که با ما همراه شوید. خیلی هیچ کم کار در پیش است. انشاءالله. برای کار با شما دارم. سربازی. شما برای اپای دیلو شده نرسیدم که؟ خدا خیلی کار خوب کردید. برای من حاضر یک چند چوبی مستحکم لازم است. چوبی مستحکم؟ مایلش آقای دکتر. چی قدری که خواهید همه قدر برایتون میارم. سینان چی شد یلدز؟ در از اینجا گریخته ندازیم. نباشد تو رو بکشم. خواهد نشم. یگان کار کردن نمیتوانم. وقتی که اونها گپ میزدن من شنیدم. دعوا کردن بیفایده است. میدانم که دعوا دیده نمیشود. برای آن که قماندان از کارهای پنهانی کردهش از باطن میترسد چون که برادری باطن خبردار میشود. دیگر به تشکیلات یگان باوریم نمانده. خب اما چرا به سردار باور کردی؟ باطن رو گرد گرفته باید میرفتی. من عمرم را برای تشکیلات صرف کردم. فکر میکنی که از تشکیلات گریختن آسان است؟ حالا میبینی چی کارهای خواهد کرد. اگر تو برای من خوبی کردن خواهی ایتیم را به نزد من بریست. مایلش قبول میکنم. اما با من گوش بسیار میتوان یک حیاتی نو را آغاز کنی. پسرت را با خود بگیر. آخر او به تو احتیاج دارد.
تو با گفته من کجاست؟ تو ایتین را به نزد من روان کن. خودت را احتیاط کن. ایتین سینون تو رو دیدن میخواهد. بله. ایتین اینجا بیا. شاهدها را تیار کردم. برای دعوایت به تو شاهدی میدهم. نجات میابی. ایتین یگان دعوا دیده نمیشود. کلمه شنیدن مرا این خواهین های رزیل میکشند. تو چی ها گفته ساده ای سینا؟ حاضر تو به من خوب گوش کن. وقتی زیادتی نداریم. تو از آدم های باوری ناکت تا حد امکان یک گروهی نخت تشکیل کن. برای ترساندن آنها نارنجک ها را آماده کن. نارنجک ها را چی کار دارم؟ این تشکیلات را وقتش تمام شد. یعنی بچونین ترکیش احتیاج دارد این تشکیلات. نارنجک ها را من خودم میتر کنم. من خودم میتر کنم. تو باش از تنزی کارت شو. من به تو نگفته بودم که دیگر در نزد سینا نبینم. من دکترم بودم. کی بودن بیمار برای مهم نیست. پس برای تو چی مهم است سلیمه؟ به من نگاه کن. اگر فهمم که با اون سینان بیشرف یکان نقشه داره، هم تو را و هم اون رو ریزه میکنم. تو رو به هیچ کس نمیدیم. فهمیده گیر. تو دیوانه شده ای بودن. دیوانه. مرا به حالم بزور. نخواه بی شرف ها زینونگوش ها دکتر را دوست بداری. دکتر را من تو را میکشم سلیمه. هر دویتان را میکشم. پسرک سلیمان، کی میدوند که در کجا هستی پسر جون؟ در دستی کی هستی؟ بس کن از حد گذراندی. بیان هم از دست تکون کار نمیآید. اینجا ماندن نخواهی چهار طرف قبله. اینجا به مانند جهنم است. از اینجا یک قدم دور مانده نمی شود. چه خیر روم؟ یعنی فرصت جابی میگریزی ها؟ تو از عهده این کار برآمدن نمیتوانی. بیکار باشی هم از دست تکون چیز نمیآید. برو. آقای دکتر یگان مفهمی نمیشود ایشان توی میشود همه خیلی البته میشود. همین که تو آمادگی را تمام کردی در حال توی میکنیم انشاءالله. توی میکنیم انشاءالله. آنها رو به من ده. دلار دلار خیلی کمی مشغول کرد. جای خواب دیلا رو آماده کردم اکر. خیلی خوب. این چیست اکر؟
این برای حرکت کردن دیلا یک مشک خوب نکرد. آقای طاهر، من از به این کار بر اومدن نمیتوانم. دیلا خودش چی گفت؟ چرا به سرت چنین فکرها را جای میدهی؟ همش خوب میشود. ما از اون نمیپرسیم. کنی اولماس برفیل کمک کنید. بیا 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 کنی بیا دیلا، کمی دیگر غیرت کن. بیا بیا السلام علیکم. و علیکم السلام. من یولماز نبیره بابای ابراهیم رو میگم. یولماز این منم. بشم شما. من از دهه اکبشن میگم. مرا آقای محمد روان کرد. ها من میشناسم آقای محمد را. خوش آمد. آقای محمد برای یک کار خیر به نزد شما روان کرد. بابای ابراهیم یک نبیره همشیره داشتند. او را خیلی تعریف نمودند. آقای محمد گفتند که اگر راضی باشند ما به خودکاریش رویم. همین را گفتنی آمدم. دیلا برادر اینجا بیا به تو گفت دارم. این دختر سرویز توی محمد زیکا زخم بود شد. بعدی آن پایهایش افسوس ماند. رفته با آقای گفتی با جان و دیلو، اما وضعیت چنین است. فهمیدم خواهد فهمیدم. مایلش خداوند او شفا دهد. دیلو کمی استراحت کند. انا بعد بازی ادامه میدیم. از همون حکم رو میگیرم. باید به جوگیران رحمه میکنم. سوده سیما تقدیم میکنم میدوی حبیبانا بیانگر روزهای عاشقانه. شعری من بوی تو دارد. کلیپ نوبتی جمشید نیازلی بانوی عاشق چشمت. عاشق چشم تویم جان 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 من. صدای فارم و موسیقی دلنشین تمنی روی عاشقان کریم در کلیپ نوی جمشید نیازلی. به تو بخت من جوانه. از سوده سیما پرودکشن.
اینجا چیکار میکنی؟ حیات دل رو برباد آدم برای نجات دادن من خودش رو به کدام حال گرفتار کرد من باشم برایش چیکار کرده توانستم هیچ بیشترم دستت نکن اینقدر خودت را تو نکن کاری از دستت آمده رو کرده ایستاده ای دیگر چی میخوایی؟ با دیلا خانوادار بشم من باید باشم بیشترم نه فکر کن کاری خوب میکنم گفته دختر را پریشان نکنی باز من چی کار میکنم به من گوش کن دیلو دختری با عقل است طرفی رفتار کن که دیلو باور کند که تو را دوست میداری وگرنه فکر میکند که و چون این احوال گرفتار شدم از این زودی به همسری قبول کردن برای همین خوب فکر کن راست میگویی با یک خلاصه آمدم بازی اما من از گفتم نمیکردم انشالله با او تکلیف خانوادار شنیدار میکنم مایلش پسرم خودت میدانی رفته با دیلا گپ تمام کن انشالله همش خوب میشود اما دانستم که این کار را انجام دادن آسان نیست میدانم که آسان نیست مادر جان اما او را تنها نمیگذارم چند نفر جمع شدن سیفا؟ 6 نفر اما این کار خیلی خطرناک است برای سینه شده سر خودمون رو در بلا نمانیم حالا هم سری وقت از این فکرت برگرد وگرنه با تفاهم من و تو را زنده نمیمونم من قرارم را دادم من نمیگذارم که سینان را بیگناه قتل کنم بهترش به ما همراه شد سینان چیکار کردنش را میداند انشاءالله غلبه میکنیم ایتن سلیمه رو ندیدی؟ انا در آنجا در لبی آن تپه به کار شروع میکنیم سینان ما آماده هستیم آفرین به تو ایتن آفرین به تو ایتن آفرین اینها چیست اینها؟ آماده باشد ایتن آماده باشید سینان اکنون عملیات نوش را آغاز میکند رفتیم خودش دیگه بودن چی شد؟ سلیمه اینها چیست اینها؟ تو اینقدر وقت با من مسخره بازی میکردی آن دختری بی ناموس را دوست میداشتی من او را میکشم او را زنده نمیگذارم سلیمه با خود بیا باتن این من او را دوست داشتم اما او مرا هیچگاه دوست نمیداشت التجا میکنم با او ضرر نرسان حالا گوی که دوست میدارم برای اون التجا میکنی که ضرر نرسانم
وسطت رو از من چی میخوایی؟ من تو بر اینها رو هیچ رو دوست نمیدارم. تو حق نداری که با من دست برداری، فهمیدی؟ و تو نفرت دارم. میکشم احمق، میکشم، نابکار. من با تو بیشتر جایم. درده درده. بازم کماندو سینان ورزیدی ما آتش کشاده ایستادن. سپی آنها زیاده. سلاحهایتون رو خطایه. شما باید طرفداری ما باشید. در این تشکیلات به عدالتی پیدا کنم. میخواهم که درستش کنم، درستش سازم. کسی که میخواهد زنده و سلامت ماند تسلیم شود. پرانید آنها رو پرانید. این مقام تشکیلات را به این خایلان نگذارید. اگر جنگیدن نخواهید سلاحتون را پرتوید. اوتان کماندو من تسلیم میشم. داداشان احمق، تسلیم نمیشوی. کاری کردن، اینا را نیست کردن لازم. برای نیست کردن باشد کمک پرسیدن لازم است. مخبرده برای امور خودم کریستن احمق چیزی این زنم خورده بکنن. بیترم رو پرونه اینانی خواهی پرونه گریختم خواهین ها، گریختم. تسلیم شوید. من سینان کماندار هستم. به شما ضرر نمیرسانم. زود تسلیم شوید. سرداران ما گریختن، تسلیم میشویم. ایتن بس از آتش شدن. بس کنید. تیرپرانی را بس کنید.
اینها گریختن و مثل ما اینو گریختن آفرین خیر بچه ها آفرین خیلی بد می شود میفهمید بد می شود چی کار بکنیم آن دوی را دوباره برمیگردونیم اون بیشرفان رو یک با یک درست کنیم پسرت رو هم نیست او به تو احتیاج دارد سینان رو دستگیر میکنیم میبینه که چقدر برای پسرش دوان نزدمون میآید سینان پسر دارد اگر ما هرچی زودتر پسرش را دستگیر کنیم سینان دیگر هیچ کار کردن نمیتواند وای حالا گوی که سینان پسر دارد این فیلم باشه بیاد زود از پسی کار شویم عادل به نزد زازن می رویم او به ما یک چند نفر را می دهد بیا رفتیم سینانی ابله زمان دنیا می زنیدم خدایا به من کمک کن به خود بیا اکنون پسرم به خدا من این حالت را دیده حواسیت می شود من خوبم مادر جان کمی دیگه پریشان هستم به من گوش کن مادامی که با دیل و خاندار شدم میخواهی با دست خالی نزدش رفتن خوب نیست در درون این یک گردن بند است پدر چند سال پیش از شهر آورده بود تا امروز نگاه داشتم نصیب دیلا بوده است گیر پسرم مادر جان من اینو موازل به او چی بدیم پسرم جگر بندم هدیهی و دیلا دادن آنقدر قیمت داشتنش رو نشان میده به خدا خیلی خوشحال خواهد شد چیزی که به او میدهی معنای آن را دارد که تو به او مهر داری به تو گفتم کن خودت را هیچ وقت گناهکار نشمار خوب میشود بایدش بگوش بایدش خیال چی شد؟ خوابیده است؟ نه گویا خوابیده است اما بدون بیا دخترم شما به خانه روید در اینجا ایستادن از آن معنی ندارد بسی رفته کمی استراحت کن دخترم یا من پسرم همسرت را گرفترم باشه رفتیم طاهر ما کاری از دست آمده را کن دلا را با صفا گذار انشالله یالله انشالله راه پسرم راه پسرم
وقت را از دست نده. چه حال داری دیلا؟ خوب هستی؟ خدا را شکر خوبم. دیلا در حقیقت من خیلی غمگینم. کاش وقت رو با عقیب گردانده میشد و تو به این احوال گرفتار نمیشدی. مهم نیست آقای طاهر، التماس در نصیبم همین بوده است. از پشت من شما خودتان را گناهکار نشمارید. هم با این احوال با شما بار زیادتی نشوم. دیلایی خیلی نگویی. همراه این دشواری رو پس سر میکنیم. برای همه این وقت حرکت دادیم. دیلا در اصل من به تو یک حد گفتم. گوش بکن. من چی خیلی گویم؟ داهیر از رو میگذشتم، اون را دیدم، مثل مرده بود. دیدم که دیدم. از زودتر باشید. زودتر اون برامید. زودتر باشید. اون را خوب بره. چی شده؟ زنده است مادر، زنده. در حال جراحی کردن است. شیر بچه ها کنی این لوازمات را برده جا بجا گذارید. ها اینها رو در یکان جای خوب گذارید. ایتن خیلی با دقت باشید. از دستی باطنی خواهین هر کار آمدنش ممکن. ایتن این دوا رو با اون دل برده میرسونم. اونقدر باوری ندارم اما یکان امیدم. مگر این کار را انجام دادن آسان است؟ علاقه خیلی بد است، موج نمیرسم. در مرکزی تشکیلات در رفیق دارم. خندش را زند چی گپی گویم گپم را دو نکرده انجام میدیم. با اون میگویم که خیلی که هست با اون دل بود برساند. زنگ رفت چه حال داری؟ من سینان هستم. و من گوش کن جوره جان، سرم در بلا مانده است. برادری اون در باطن کماندان مرا با یک گناه تهمت کرد. نه، من وقتی که بیگناهیم را اثبات میکردم از دستشون گریختم. وقتی که همش را با کماندان فهماندم باور نکرد. خواهش من به تو همین که این حادثه را با اون دیر رسان. گناه برادرش را فهمد. حتی من میخواستم که دعوا با اون دیر رسد. اما باطن نخواست که اکش فهمد. و ما تنها اون دیر کمک رسانده میتواند. و شرطی که خبر را رسانی. نه برادر، رد نکن. یگانه امیدمان تو هستی. چند مراتب جان تو را خریدم. با حرمت همان روزها. چی گفتی؟ میلش، از تو خبر انتظار می شوم. اگر تو کمک نکنی مرا قتل میکنند.
چی میگوید؟ به ما کمک میکند. این مسئله رو با اون دل میرساند. دیگر چاره نداریم آیتین. منتظر میشویم. سلام علیکم. و علیکم السلام. وقتی نامبرداری من شد تو میتوانی روی. تشکر. فهمیدم قماندان. دیگر احتیاج ندارم. فقط بیا برم. بیا بچرا. ایسا بچرا. ایسا آری. اینجا چی گپ است؟ زود باشه، زود باشه. سرده مرا، سرده سیستان، قاتل ها، سرده، شما کیسته، سرده. یاری جهد. نپرون بودن، نکنین کار رو بودن. من تویی رو دوست میدارم. مرا سرده. مرا سرده بودن. چیکار کردی پسرم؟ احوالی او خوب است؟ خوب است مادر. این کار رو بطن کردم. حالا باشد میگوید بطن نکن این کار. با زحمت آنها چی میخواستند از این دختر؟ مقصدشون چی بودند؟ چی شد پسرم؟ با دل و گپ زنان کردی؟ خوبش بود؟ بله. چیکار کرد؟ با دل و گپ زدی؟ گوش کن پسرم، تو یک بار قرار دادی، اما او در جواب چی میگوید معلوم نیست. نمیدونم مادر جان. دیرو در جواب چی میگوید برایم هیچ اهمیت ندارد. میترسم که او هیچ گوشیت نمیشود. پسرم، خودت میدانی. شاید بهتر میبود که حالا این تکلیف را نمیکرد. نمیدونم. من قرار ندارم. برای تکلیف کردن خانه داشته یک فرصتی مناسب است.
نمایش اختیار در دست خودت. بیا پسرم، رفته کمی استراحت کن، وگرنه حاضر در پای راست ایستاده خوابت میبرم. من اینجا میمونم. رم. مالش باش. آقای دکتر بخیر سالدو. من برای تویم همه طرف تیاری دیدم. خدا را شکر همه با من کمک کردن. خداوند از آنها راضی باشه. تیاری ها خوبه. اگه توی رو آغاز میکنی مایده سالدو چرا خداوند از شما راضی باشه آقای دکتر. آقای طاهر خانه رو شما دادید، مرا از پسی‌ها به این روز رسانیدید. هیچگاه این خوبی هایتان رو فراموش نمیکنم. تا مردنم در حقتان دعا میکنم، تا مردنم در برتان میشم آقای دکتر. هم پدرم و هم مادرم شما شدید. خداوند انشاءالله شما رو تنها نمیگذارد آقای دکتر. انشاءالله آقا خودت رو با دست بگیر نشو. من خداوند از شما راضی باشه. برای مرد صف کشید. زود باشه، زودتر. زودتر. سلاح رو گرفته به نشان آموده باشه. دقیقه باشد سینان. زن میزنم. گوش میکنم. و نشان والا گرفت چیکار؟ اهمیت تو چه ها میگویی؟ انسان سربردار چیکار میکنی اکنون؟ خیر. مادر گفته است که سلاحش را را سپرده تسلیم شوند و برای گرفتنی جزا آماده باشند. این معنای آن را دارد که همه امان را میکشند. عدالت این تشکیلات همین قدر بوده. ایتین، اوزان، دیدید جان خود را برای تشکیلات فدا کردید، اما قماندان های این تشکیلات همه‌شان دروغ
آیندمون آینده ای روشن، حرف جدایی رو نزن با من. چه تغییرات خدایا نمیخوان، آخ دیگری دیگری، آخ دیگری دیگری. داشتم و دارم توی عمر دوباره. پیراهی تقدیر. فیلم سال 2012 در مرکز پرودیوسری سیما پروداکشن از ترکی به تاجیکی ترجمه شد.